شام امروز در تلویزیونی سفینه بسیار خاطرمند و زیبا برگزار شد. در این شام خورشید ستارов سه کلکسیای خود را به نمایش گذاشت. سال 2024 برای خورشید ستارов طراح موفق تاجیک یک سال تاریخی و پر از دستاوردهای بزرگ بود. در این سال او توانست مد تاجیک را به سطح جهانی برآورد و با ایجاد خود سهمی مهم در تبلیغ فرهنگ ملی گذارد. این دستاورد نه تنها برای خود او بلکه برای مد تاجیکستان یک قدم استوار و مهم به حساب می رود. سال 2024 یک سالی خاطرمند بود چون در این سال هم در هفته مد در لندن شرکت کردیم و در هفته مد در پاریژ و اینچنین در یونسکو با کلکسیای مولانا که به نمایش گذاشته شده بود. خیلی سفرها زیاد بودند و در بلژیم نیز برآمد کردیم و جنبستی سال 2024 ما تصمیم گرفتیم که در بینای تلویزیونی سفینه به انجام برسانیم چون یک سال خاطرمند بود و بگذار که در خاطری تمام تماشابینان تلویزیون سفینه چون همیشگی ما رو همراهی میکرد هر نواری که از تمام گوشه و کنار دنیا آماده میکردیم حتما به تلویزیون سفینه روان میکردیم که تا مردم ببینند و در اینجا ما این جنبستی سال رو جشن گرفته است. در اون چند کلکسی رو اینجا آورده؟ البته همین سال یک برنامه ملی فشن شو داشتیم با دستگیری وزارت فرهنگی جمهوری تاجیکستان و در اینجا کلکسیای مولانا زردوزی امروز ما همین سه کلکسی رو برای تماشابینان در اینجا به نمایش میگذاریم. این کلکسی نو است در سال 2024. سال 2024 بله. خب این کلکسی که حالا اینجا آویزان شده است کلکسی مولانا است. البته این کلکسی مولانا است چطوری که میبینید حتی در عموم اگر نگاه کنیم یک رویه صوفیسم دارد این جامعه ها و اینچنین این جامعه های درباری هستند که چون تمام نقش و نگارهای این جامعه ها با زحمت خیلی زیاد با دست دوخته شده است. شما ببینید که از چکن چگونه نقش و نگار آفریده می شود و این همه تخیلی رنگینی من بود که من اینها را با هر شکل و هر نقش آرا دادم و تمام این زیبایی را در هفته های بلندی مود در تمام دنیا به نمایش گذاشت. حالا این کلکسی که ما می‌بینیم در اساس ایجادیات خود مولانا در اساس مطالعه و آشنا شدن با اشعار مولانا روی کار آمده است. درست. چیها دارد؟ چیزایی دارد که مثلا به اشعار مولانا به فلسفه مولانا نزدیک است؟ ببینید اگر که به این دوره ها نگاه کنیم این در رقص سمایی که به ایست چرخ میزند ها این همون چرزنی همون رقص مولانا است و در بعض حالت ها میبینیم که گل های کچک استفاده شده است و این گل های قلمفور و نقش و نگارهای طبیعت نیز در اینجا استفاده شده است. اینچنین از نقش و نگارهای دوره زردشتی ما از کتاب دریافت کردیم و در اینجا ما اونها رو به طرز گلدوزی آماده کردیم. و در عموم برای اجرای رقص سما از همین گونه جامعه ها استفاده می‌بردن که مثلا برای دور زدن آسان شود. چند لباس هست اینجا؟ عموما کلکسی مولانا زیاده از 50 لباس رو برمیگیرد چون وقتی که یک طراحی که رسام است وقتی که ایجاد میکند از پای همدیگر اومدن میگیرد و این تمام نشدنی است. فکر میکنم اگر من این کلکسی رو ادامه میدادم با فکرم شاید که 100 تا میشد. هواداران چقدر بود؟ اونایی که در خارج همین لباسای شما را تماشا کردن خاصا همین کلکسی رو چی نظر داشتن؟ البته در اول در نظر تماشابین این به مثل یک متاع میمونند و بعد که نزدیک آشنا میگردند که این متاع نیست و این همه نقش و نگارهای تاریخی و یک تخیلی رنگینی یک دیزاینر است که اینها رو به روی یک متاع آفریده است. در حیرت می ایستند و میگویند که چقدر مردمی زحمت کش چقدر مهنت زیاد چون یک جمعه فکر میکنم 3 ماه وقت رو طلب میکنند. یک جمعه.
ایده از کجا پیدا شد؟ چرا خواستید که همین کلکسیا رو ببینید وقتی که به جشن مولانا دعوت شدم 6 ماه پیش و در دوام همین 6 ماه از مطالعه و از نگاهی رقصی سما و هر چی دریافت کردم و عاقبت به اون خلاصه اومدم که انا همون چکندوزی، انا همون گلدوزی تاجیکی میتواند در رویه صوفیزم و در جامعه هایی که مثلا این رو میشه امروز هم استفاده کرد. این یک جامعه و بالاپوشی است که پاره قدیمه دارد و شکلی امروزه و این رو می شود که امروز هم ما بپوشیم. خواهشمندان هستند مثلا از میان هنرمندان که به صحنه میبرن همین کلکسیا رو بسیار درخواست کردن، چگونه بود؟ البته خواهشمندان هستند. ببینید که در کلکسیای مولانا من با خجسته میرزاولی همکاری کردم و یک شعر از مولانا بلا نزدیک کسی بنشین که او از این خبر دارد خودشان موسیقی ماندند و این رو اجرا کردند با صدای فورم خود و این گل دختران با این جمعه های کلکسیای مولانا روی صحنه آمدن و خیلی جالب بود. دلو نزدیک کسی بنشین که او از دل خبر دارد بزیر آن درخت رفت که او گلهای تر دارد در این بازار یتارا مرا هر سو چو بیکارا. کلکسیا چکنی هست؟ کلکسیا با نقش نگارهای چکن آرا داده شده است و دیزاینشون معاصر است. معاصر است و ببینید برای چی معاصر؟ وقتی که من کلکسیا را آماده می‌کردم وقتی که ما گپ درباره چکن می‌رود چکن یک کرته و پوچه است و اون شکل قدیمی خود را دارد و جای مخصوصی خود را در آثارخانه‌ها دارد نگاه می‌دارند و طراح باید چیکار کند؟ طراح باید یک طرح نو پیشنهاد کند، با یک طرح نو آماده سازد و من تصمیم گرفتم سال 2019 بود در نمایش چکن فیشن شوی که داشتم زیاده از 500 لباس نشان دادم و همه اون لباس ها با طرح نو با یک دیزاین نو و ببینید که در اینجا طرح‌ها خیلی گوناگون است و من خواستم که وقتی که رسامی میکردم فکر میکردم که این نقش و نگارهای چکن در یک متو تنها کرته و پوچه جا نمی شود و به همین خاطر خیلی آستین‌های بلندی در راه هر چی تونستم در هر کجای نقش و نگارهای چکن را استفاده بردم. سنت چکندوزی سنت و نقش و نگارها در جایش استفادگی فقط شکل لباس عوض شد، فقط جا به جا گذاری این نقش ها و یکی از پیوند کردن یعنی این گل ها پیوسته و یک از مشهورترین کلکسیای شما نیست همین کلکسیا هم هست که زیاد مثلا هنرمندان و زیاد نفران همین رو مثلا برمی‌گیرن استفاده می‌کنن. ببینید اگر که چکن گوییم مثلا اساسا رنگ چکن سرخ است نه افاده‌گری رمزی آتش و برای دور ساختن قوه‌های اهریمنی و این دوری و این شکل‌هایی که دارد زمین و آسمان و این دیگرها و در اینجا ببینید در سبز نبود، در کبود نبود، در سبزی تاریک و یکی دیگر رنگ‌ها و من استفاده نمی‌شد چون که تنها در فلسفه چکن این رنگ سرخی خودش و ما تجربه های نو به نو کردیم و در رنگ های زیاد آنها رو استفاده بردیم در رنگ زرد، سبز، کبود و گل ها نیز عوض شدند با طرح نو و آن همون یک خاراکتری ملی خود رو گم نکردند. ببینید
به همین خاطر در عموم همین لباسایی که شما مثلا روی کار میارید همون خاراکتر ملی خود رو هرچند که زمانوی هستن گم نمیکنن، هم از اون که مثلا لباسای محکم هستن برای بانوان، چون از زنانه همین گونه شکل استفاده میشد. فقط شما کوشش کردید که به آنها یک شکل نو معاصر جاری کنید. یک طرح نو آماده کردیم تو و امروز خوشبختانه تمام عروسان از اینها استفاده میبرند و در جشن و مراسم ها، در رفتی صورتگیری یا در چندین انحناهای دیگر این رو استفاده میبرند. کلکسای دیگر شما کلکسای زردوزی نام دارد، دیدم یکی از عنعنه‌های قدیمی ما است. خب شما چیکار کرده در این چی نوگانی بود؟ البته ببینید که 25 سال است که من با این کار مشغول هستم و در دوام سال‌های اخیر عموما زردوزی از بین رفت. چون که این یک زحمت خیلی زیاد رو طلب میکند. این کار ظریف است. حتی از گلدوزی دیده این کارش خیلی زیاد است و به همین خاطر نه هر کس جرأت میکند یا اینکه کوشش میکند که و وقتی زیاد میرود و خیلی گران هم هست، از سببی که خیلی زحمت زیاد بود و آدمان کم کردن، دست کشیدن از این و من تصمیم گرفتم که بعد از چکن رو معرفی کردن، چون چکن علاقه جای مخصوصی معینی خود رو در یونسکو یافت و دل من آرام گرفت و اکنون من تصمیم گرفتم که باز یک رویه دیگری سنت و عنعنه‌های ملی تاجیک رو از سر نو احیا کنم و به همین خاطر کلکسیون زردوزی رو آماده کردم. خب این رو کی آماده کردید؟ این هم کار نوی شما هست. این کار سال 2024 است و برای نمایش ملی فشن شو آماده کرده بودم. چه نقش‌ها اینجا آفریده؟ تمام نقش و نگارها این همه نقش‌های سنتی انمون کندکاری، کندال و گلدوزی و مخصوص زردوزی نقش و نگارهای خود را دارد، چون اول در روی کاغذ میکند و کردان رو میبرد و این رو با دست آماده زردوزی میکند. соли равон хуршед саттаров бо коллексияҳои маъруфи худ дар чандин чорабиниҳои байналмилалӣ иштирок кард. аз он ҷумла метавон ҳафтаи мӯди лондон, париж ва форуми тарроҳони белгия, ҳамчунин ҷашни 815-солагии мавлоно ҷалолиддини балхиро дар юнеско ном бурд. дар ин чорабиниҳо ӯ бо истифода аз унсурҳои анъанавии тоҷикӣ аз қабили чакан, зардӯзӣ ва гулдӯзӣ дили ҳазорононро тасхир кард. Я с восхищением отношусь к его творчеству, и это, конечно, поразительно. Это нужно понять и оценить, что мировой подиум – это очень закрытая структура. И пробить эту стену, сделать так, чтобы мировой подиум тебя принял, увидел красоту таджикского наряда, увидел красоту таджикских женщин, мужчин. Это, я считаю, что это творческий подвиг. А знаете, знаменитый наш поэт, мудрец Тимур Зульфикаров, и тоже, конечно, достояние всего мира, он говорит, что Аллах с небес узнает людей по их костюмам. Что если он не видит, в каких костюмах они ходят, то он и не знает, что это за нация. Вот очень здорово, что Хуршед и продолжает традиции национальные, и их возрождает. И мне еще очень близко и очень нравится, что Хуршед не только дизайнер, как многие, дизайнеров много на земле, а вот дизайнер-философ, дизайнер, посвященный в древнюю культуру, в древние знаки, это, знаете, таких единица. Это, вот это действительно достояние нации, достояние народа. Это, знаете, это импульс культуры. И в этом смысле, конечно, Хуршеда нужно, я даже не знаю, как слово, чтить, понимать, поддерживать, потому что он несет импульс великой персидско-таджикской культуры.
هنرمند هستید. یعنی میگوید لباسایی که خورشید ستاره بیشتر میآورد لباسایی هست که برای مثلا در صحنه برآمدن بسیار به هنرمندان موافق است. شما همکاری میکنید؟ البته همکاری میکنیم، چون که این بسیار کارهای دوست داشته من است، کارهای خورشید جان، و ما معرفگریم. هر یک سری لباسی که خورشید جان میدوزند آماده میکنند، ما این لباس رو پوشیده با صحنه برآمده معلوم میکنیم که ما از کجا هستیم و معرفگری فرهنگ خود هستیم. امروز سه کلکسیون طراح خورشید ستارов به نمایش گذاشته شد که در برابر زیبایی پیراهن‌های مذکور همچنین تاریخ صنعت گلدوزی و چکندوزی را در خود نهان داشتند. تأثیرات زیاد از این تدبیر برداشتیم و چنین هماهنگی تلویزیون سفینه و اهل هنر مملکت به معرفی بیشتر صنعت ملی مساعدت می‌نماید. گفتید که از لباس‌های خورشید ستاره در نمایشات استفاده می‌برید. کدام کلکسیش استفاده بردید؟ کلکسیه زردوزی که با سنگ‌های سواروفسکی آماده ساخته بود خورشید ستاره، کلکسیه عروسی و یکی از دو دانه این کلکسیه در دستی من است. در تئاتر مایکوفسکی در نمایشنامه ایسیان عروسان استفاده می‌برند. اگر اهمیت داده باشد یگان نقش و نگار به هم مانندی ندارد و کار خورشید هم برای چی دوست می‌دارم که هر یک کارش اکسکلوزیو است، یعنی یک نمونه است، یک نقش یک نمونه است. نقش دیگر باز دیگر چیزی دیگر نقش وارد میکند، دیگر نقش میشود، دیگر نمونه میشود. تو جای میدونم خورشید از کهنسال‌ترین نفرانی که وابسته به همین سر و کار دارند، به گلدوزی، به زردوزی، به نقش و نگار، همونوی میکوبد، چی از کلوب زمین، چی از قرغان تپه، مثلا از تمام جا، از بدخشان و از حصار و کهنسال‌ترین نفرای میکوبد که درباره همین نقش و نگارها معلومات داشته باشد و هر نقش و نگارش فکر میکنم که یک تاریخ خاصی خودش دارد. این پیراهنی که در من میبینید در حقیقت این نقش و نگار خورشید ستارов است. من بسیار که بیرون از تاجیکستان سفرهای هنری که میریم، البته از کلکسیون خورشید ستارов من حتما یک گویم پیراهن به خود خریداری میکنم و وقتی که من این پیراهن رو بیرون از تاجیکستان در یک مملکت بیگانه میپوشم، پرسان میشوند این از کجا است، این چگونه است. هنر خورشید ستارов نه تنها مد تاجیک را به سطح جهانی برآورد، بلکه فرهنگ ملی و هنر اجدادی را به شکل معاصر مطابق نمود. سال 2024 برای او مرحله مهم در شناخت جهانی هنر تاجیک بود و او توانست با ایجادات خود نام فرهنگ ملی را در سطح جهانی معرفی سازد.